سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز باز با یک آموزش دیگر با هم همراه هستیم. میخوایم جا کتابی ببافیم. کتابمون به این اندازه هستش، حتی میتونه از این بزرگتر هم داخلش جا بشه. خب من قبلا قطعه های دیگر رو بافتم، میریم که قطعه آخر رو با هم دیگه ببافیم. به این شکل شما میتونید رنگی رنگی هم ببافید. من از یک نخ استفاده میکنم دوستان، شما میتونید به رنگ های مختلف ببافید، یعنی هر ردیف رو به یک رنگ مختلف هم ببافید. خب میریم برای شروع. ابتدا نخ رو دور انگشتمون حلقه میکنیم. به این صورت 3 تا زنجیره میبافیم، 2 تا پای بلند میبافیم، یک زنجیره، دوباره 3 تا پای بلند میبافیم. اینجا این 3 تا زنجیره رو که بافتیم هم به عنوان پای بلند حساب میکنیم، یعنی 3 تا پای بلند یک زنجیره، دوباره 3 تا پای بلند یک زنجیره، 3 تا پای بلند دوباره میبافیم، خب 3 تا پای بلند رو بافتیم، دوباره یک زنجیره و 3 تا پای بلند آخری رو هم میبافیم. خب این 3 تا آخری رو هم بافتیم، یک زنجیره میبافیم، حلقمون رو میبندیم به این صورت. به این 3 تا زنجیری که بافته بودیم وصلش میکنیم. خب ردیف دوم 2 تا زنجیره، ببخشید از اینجا شروع نمی کنیم. این یه دونه زنجیره ای رو که وسط هر 3 تا پای بلندمون بافته بودیم از اونجا شروع می کنیم. به این صورت 1 2 تا زنجیره می بافیم که اونا هم به عنوان پای بلند حسابش می کنیم. 3 تا پای بلند می بافیم، یک زنجیره و دوباره داخل همین زنجیرمون 3 تا پای بلند دیگه. که روی هم 6 تا پای بلند داریم. دوباره یک زنجیره، این 3 تا پای بلندمون رو رد میدیم، داخل زنجیرمون 6 تا پای بلند بعدیمون رو میبافیم. سه تای اولی، یک زنجیره و 3 تای دومی. خب دوباره یک زنجیره، 3 تا پای بلندمون رو رد میدیم، داخل بعدی دوباره 6 تا پای بلندمون رو میبافیم. 3 تای اولی رو بافتیم، یک زنجیره و 3 تای دومی. خب یک زنجیره و میریم که 6 تای آخر رو با هم دیگه ببافیم. خب 6 تای آخر رو هم بافتیم، یک زنجیره اون میبافیم و به این 2 تا زنجیره ابتدای کارمون وصلش میکنیم. به این صورت به حالت چارگوش در میاد. خب دوباره این 3 تا پای بلند اولیمون رو نمیبافیم، داخل یه زنجیره که بافته بودیم ابتدا 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره، بعد 2 تا پای بلند، یک زنجیره
3 تا پای بلند دومی رو هم میبافیم. یک زنجیره. خب دوستان اینجا وسط کارمون که یه زنجیره هست رو داخل 3 تایی میبافیم. فقط گوشه های کارمون رو 6 تایی میبافیم. سه تا پای بلندمون رو بافتیم، یک زنجیره، رسیدیم به گوشه کارمون. اینجا رو 6 تایی میبافیم. سه تای اول، یک زنجیره و 3 تای دومی. دوستان هر 3 تایی که میبافید یک زنجیره. خب میریم داخل این یک زنجیرمون 3 تا پای بلندمون رو ببافیم. خب 3 تا رو بافتیم، یک زنجیره و دوباره رسیدیم به گوشه کارمون که 6 تا پای بلند میبافیم. دوستان تا آخر کار به همین صورت ادامه بدید. خب دوستان شما هم همینطور ادامه بدید. باید 10 ردیف بشه. شما 6 ردیف دیگه هم ببافید که به این اندازه برسه. 4 تا پارچه به همین صورت ببافید و برگردیم با هم دیگه ادامه کار رو ببینیم. خب دوستان هر 4 تا قسمت رو بافتیم، به این صورت بافتمون رو قرار میدیم و شروع میکنیم به دوختنش. ابتدا 2 تا گوشه رو به هم دیگه وصلش میکنیم. دوستان به گوشه کارمون رسیدیم و اینی که قسمتمون رو هم وصلش کنیم. از این طرف میدوزیمش.
طرف کارمون رو دوختیم، طرف بعدی کارمون رو هم از اینجا شروع میکنیم به دوختن. به این صورت میایم این گوشه و از این گوشه هم به این طرف میایم و آخر کارمون اینجا میشه. میریم که با هم دیگه بدوزیم و برگردیم. خب دوستان، دوختمون تمام شد. به این صورت درش آوردیم. الان از هر طرف، یعنی از 3 گوشه کارمون رو هم دیگه وصلش میکنیم و این طرفش رو نمیدوزیم. به این صورت میریم و از اینجا شروع میکنیم به دوختن. از این نقطه به اینجا میایم و از این طرف هم به این طرف میدوزیمش. دوستان، اینم از آموزش امروز ما. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.